سلام و صد سلام به همه شما رفقای بامرام. آقا یه برجامی شنیده بودیم، یه برجامی دیدیم. برجام نگو زهر حلال بگو، برجام نگو گرداب بگو، گردابی که داره کل نظامو میبلعه. ببینید کار به کجا کشیده که خود اکبر کوسم جیغش به هوا رفته. بنابر گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی در دیدار استفان وایل نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن آلمان گفته است برجام می توانست عقب ماندگی های روابط ایران و کشورهای پیشرفته را جبران کند، اما بدعهدی های بعضی از طرفهای مذاکره انجام تعهدات را با کندی مواجه کرده است. اون روزی که داشتی زهر رو میریختی تو گلوی عظما فکر بدعهدی‌های طرف مقابل نبودی؟ حالا چی شد اون عصر جدیدی که ازش حرف میزدی؟ چی شد اون دریای دوغی که دنبالش بودی؟ حالا این خود رئیس بانک مرکزیتونه که میگه هیچی به هیچی، یعنی کشک. رئیس کل بانک مرکزی که به واشنگتن رفته با وزیر خزانه‌داری امریکا پشت درهای بسته درباره روند اجرایی برجام رایزنی کرد. اجازه بدید به اونچه که از 3 ماه گذشته از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک روی داده نگاه اجمالی داشته باشیم. تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. خب وقتی اینا که دل آرامن اینجوری حرف میزنن تکلیف دلواپسا روشنه دیگه، یعنی اون چنان یقه‌ای میدرونن که بیا و تماشا کن. آیا عاملین برجام می توانند طلب ایران را وصول کنند؟ چشمان عده‌ای در انتظار تحقق وعده های آمریکا خسته شد، اما خبر جدی نشد. گربه رقصانی آمریکا تازه شروع شده است. حالا وسط این گربه رقصانی، یا بهتره بگیم آخون رقصانی، حرف باند کوسه اینه که باید بریم دنبال بقیه برجام ها. طبیعتا ما بحث‌های منطقه‌ای و همچنین موضوع افراد تروریسم در منطقه هم در این جلسه‌ای که امروز داشتیم صحبت کردیم. سفر خانم موگرینی و حضور داوطلبانش در طرح حجاب و عفاف هم محض خاطر همین مطالبات بود، یعنی میخواست به طرف حساباش بفهمونه که باقی قیمتو هم باید بسلفید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توضیح داد کار ما برای اجرای برجام هنوز به پایان نرسیده است. موضوع سوریه با برجام در ارتباط است. موضوع سوریه یا در واقع سیاست منطقه ایران نیز یکی دیگر از مطالباتی است که طرف مقابل برای رسیدن به آن تحریم‌ها را گرو گرفته است. اما بس خرابتر از این حرف هست. هرچی زمان میگذره آثار زهرماری که عظما انداخته بالا بیشتر نمایان میشه. حالا کار به جایی رسیده که زیبا کلام که از سینه چاکای برجام بودم میگه کارمون ساخته است، از این برجام هیچی عاید ما نمیشه. زیبا کلام از مهره های باند رفسنجانی. اقتصاد ایران یک اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی است که 100 برجام دیگر هم اگر ظاهر شوند هیچ معجزه‌ای برای آن اتفاق نمی‌افتد. ما را چه می شود که این همه در مملکتمان فساد رایج شده؟ تار و پود اقتصاد ما پوسیده و از هم به در رفته است. هیچ بخشی از آن نیست که از یک حداقل ثبات و سلامت برخوردار بوده و بتواند بر روی پاهایش بایستد. چی رو روی پاهایش بایستد؟ زمان درازکش شدنه، زمان کفن پیچ شدنه. این نظام پوسیده رو باید با تار و پود لعنتیش بفرستیم تو زباله‌دونی. راستی برجام کیلویی چنده؟ دوستان خدا حافظ شما، فردا بازم خدمت میرسیم.